این دهه نو با پول مهاجران بنیاد شده است. حالا از هر خاندان این دهه یک یا دو نفر مهاجری کاری هستند. سمندر دوست مراد جوانی 24 ساله از این دهه برابر ختم کالج صنعت رو به مهاجرت آورد. با پول کار کردش در روسیه در این دهه نو بنیاد برای خود خانه ساخت. پول مهاجرت خیلی کار بردیم، مقصد اوچسکا گرفتیم، خونه کردیم، خونه ریمون کردیم. می شود مقصد برای با پول تاجیکستان یگان بهبودی که نمیشه، زندگی تا پیش میبری فقط تمام. میگوید سال اول برایش در روسیه سخت گذشت. او یک سال پیش به خانه برگشت و راهش به روسیه به دلیل کدام قانون شکنی بسته شد. یک سال است که در تاجیکستان کار نیافت، ولی حالا با سبب عفو راهش باز شده است. قصد دارد ماه ینوری سال آینده رفته پول کار کرده زن گیرد. کار هست، مبلغش کمتر است. مقصد برای زندگی بردن می شود. یگان کار برای مثال خانه زنگیری نمی شود. همدهه سمندر نیکروز رحمت‌الله 31 ساله در دانشگاه اقتصاد خوانده است. ارتش هم رفته است، ولی تا سال 2014 در هیچ جای او را به کار نگرفتند. ناعلاج برای کار به روسیه رفته است. با پول یافته‌اش خانه بنیاد کرده زن گرفته است. در جو تحصیل کردیم، ختم کردیم، معاش کم میاد میکنه، خونه و در نداشتیم، رفتیم خیلی کارگیر نشگری خدا خونه و در کردیم. های زندگی پیش رفت، خیلی خوبه. یک سال به این طرف راهش به روسیه بسته بود. حالا آگاه شده است که راهش به روسیه باز شده است. در اینجا برای خریدن بلیط هواپیما مشورت دارد. میخواهد تا سال نو 2022 خود را به روسیه برساند. معاش اینجا همین زندگی تا میبریم. اینجا خیلی بنا بهبودی میکنه، کار پرابلم تا حل میکنی. شکر خدا ما را کردیم، نه با راه کیم با میریم میکنیم. خیلی نوروز به فرق از سمندر بیکار نبود. کارهای میکرد ولی پول میافت که فقط برای روزگذرانی کافی بوده است. با گفته نوروز به شرافت مهاجرت کاری صاحب خانه شد و زن گرفت. دهه‌ای که حالا سمندر و نوروز آباد کرده اند یگانه در تاجیکستان به حساب نمی رود. در دیگر ناحیه‌های تاجیکستان بیشتری ساکنان خانه‌های خود را مثل این دهه با پول مهاجرت آباد کرده اند. تمایلی که سال به سال در تاجیکستان رواج می‌یابد. با گفته مقامات حدود 1 میلیون نفر از شهروندان کشور در روسیه کار و اقامت می‌کنند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه وسه.